أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید: باب وجوب طاعت ولاة الامور یا ولاة الامر، یعنی که باب در مسئله واجب بودن، حتمی بودن طاعت، یعنی فرمان برداری از ولات امر، یعنی که از راهبرها یا کسانی که قدرت در دستشان هست باید از اونها اطاعت کرده شود. فی غیر معصیت، این فرمان برداری در غیر گناه باشد، یعنی کار گناه در راهبر را اطاعت نمی کنیم، یعنی که اون گپش نمیگیریم در گناه، اما در غیر گناه باشد واجب است، حتمی است طاعتش و فرمان برداریش. و تحریم طاعتهم فی المعصیت، این باب همچنین بیان میکند درباره حرام بودن فرمان برداری در معصیت و گناه. اگر پادشاه یا راهبر امر کند به گناه و معصیت، اطاعت کردنش حرام است، نباید اطاعت کرده شود، اما در غیر حرام واجب است اطاعت کردنش. خب در این مسئله اکنون امام نووی رحمه الله برای ما و شما چندین دلایل تقدیم میکند. اولا آیت رو میارد، بعدش حدیث رو میگد. قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید، فرمان برداری کنید پیغمبر را و اولو الامر را که از خود شما است یا از خود شما باشد، پس اطاعت کردنش واجب می شود. این یک آیت در این مسئله. اکنون میگذره در قسم حدیثا. حدیث 662: و عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله گفتند: علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب و کره. علی المرء المسلم یعنی که برای شخص مسلمان واجب است، برای شخص مسلمان واجب است السمع و طاعه، شنیدن و فرمان برداری کردن، فیما احب و کره، در هر آن چیزی را که خود این انسان دوست می‌دارد، و کره یا خود این انسان بدش می‌بیند، اون چیز را متنفر است از اون چیز، دوستش می‌دارد نمی‌دارد، باید سمع و طاعت فرمان برداری باشد. الا ان یؤمر بمعصیت، مگر اینکه یعنی اطاعت کردن نمی شود یا اطاعت واجب نمی شود. ان یؤمر بمعصیت، اگر که امر کند به معصیت، وقتی به گناه امر میکند، در این صورت اطاعت کردن نمی شود. فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعت، پس هنگامی که امر میکند به معصیت، یعنی به ریش تراشی و حجاب گیری و به دیگر کارهای معصیتی که وجود دارد، فلا سمع ولا طاعت، پس در همین کار، همین معصیت را دیگر گوش نمیکنیم، گپش را و اطاعتش نمیکنیم. اما در غیر این باقی مانده در سمع و طاعت وجود دارد، فقط در همین معصیت وجود ندارد. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 663: و عنه قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: كنا اذا بايعنا رسول الله صلی الله علیه و سلم على السمع و طاعت یقول لنا فيما استطعتم، میگه بودیم ما هنگامی که بیعت میکردیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم علی السمع و طاعه، برای شنیدن و برای بگیم فرمان برداری، یقول لنا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را میگفت که فیما استطعتم،
در حدی که به اندازه ای که استطاعت من تواناییش رو داشته باشید. یعنی سمع و طاعت به اندازه می شود که توانایی و قدرتش باشد در شما. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 664 و عنه قال، و همچنین از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامة ولا حجة له. میگوید که هر کسی که خلع یدا، یعنی بکشد دست خود را، من طاعت، از فرمان برداری راهبری، هر کسی که از فرمان برداری راهبر دستکشی بکند، لقی الله یوم القیامة، این انسان روبرو می شود با الله تبارک و تعالی در روز قیامت، ولا حجت له، یگان دلیلی ندارد با خودش، یگان حجت و برهان دلیل همراه این انسان نیست. و من مات وليس فی عنقه بیعت، و هر کسی که بمیرد و بیعت نداشته باشد، و من مات، هر کسی بمیرد وليس فی عنقه بیعت، و نباشد برای اون انسان بیعت، یعنی اون انسان بیعت نداشته باشد، مات میتتا جاهلیه، پس اون انسان مرده است مردن مرگی با مرگ گمراهی، یعنی با مرگ گمراهی اون انسان وفات پیدا کرده است. درباره میتتا جاهلیه عالما بعضیشون میگن که یعنی اون انسان در آخر مرتد و بدین شده میمیرد. بعضی ها میگن که یعنی کافر میشد انسانی که بی بیعت باشد و بی بیعت بمیرد. و بعضی ها میگن که نه، یعنی که شکل مردنش به مثل شکل مردن زمان گمراهی و جاهلیت است. زمان گمراهی و جاهلیت عادت مردم همین بود که کسی را اطاعت نمیکردن، هر کس پیشکار خودش بود، یعنی که کسی را اطاعت نمیکردن. پس میگن که یعنی به مثل اونها مرده است، اما نه اینکه بدین. اما بعضی میگن که بدین میمیرد و اختلافی نظر قول علما در این مسئله وجود دارد. خب به هر صورت هر چیزی که هست نیست مسئله خطرناک است، مسئله خطرناک است. باید انسان از این چیز متوجه باشد و آگاه باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. و فی روایت له، و یک روایت دیگری که باز امام مسلم روایت کرده است میگه که و من مات و هو مفارق للجماعت، یعنی هر کسی که بمیرد در حالی که اون انسان ترک کرده است جماعت را، ترک کننده جماعت است، یعنی با جماعت مسلمان ها، با امیر مسلمان ها، با راهبر مسلمان ها یک جا نیست و جدایی میخواهد، تفریقه میاندازد و جدا میشود. هر کسی همین صورت ده بمیرد فانه یموت میتتا جاهلیه، پس این انسان میمیرد مردن زمان جاهلیت برین، یا این انسان در آخر میمیرد مرتد و بدین. خب این بود حدیث 664. بعد از این حدیث 665 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اسمعوا و اطیعوا، یعنی گوش بکنید و اطاعت بکنید. گوش باندازید امیرهاتون، راهبرهایتون را، و اطیعوا و اطاعتشون بکنید، فرمان برداریشون بکنید. و این استعمل علیکم عبد حبشی، و اگر هر چند گذاشته شود، استعمل یعنی گذاشته تعیین کرده شود، علیکم بالای سر شما ده اون امیرتون عبد حبشی هم باشد، یعنی که عبدی حبشی، عبدی سیاه، یا که خدمتگار سیاه، یا که اون برده سیاه هم باشد، وقتی که در بالای سر شما امیر گذاشته می شود باید شما اون عبد حبشی را اطاعت بکنید، باید شما کوشش بکنید. کأن رأسه زبیبتون، به مثل این که سرش زبیبه باشد، یعنی که انگور قاق شدگی به بارینم باشد، یعنی که گویا که یک انسان سیاه که کلمه ده که میتار گفتی تاجیکی که حبت انسانم باشد، وقتی بالای سر شما ده تعیین می شود همچون راهبر، همچون امیر، پس شما باید او را گوش کنید. دیگه شکلش و حبشی بودنش و این چیزاش نه. و در اینجا مسئله است که آیا عبد حبشی، یعنی که
برده میتوند بالای سر مسلمان ها بیاد امیر شود و نمیتوند. اما در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو برای چی گفت؟ یعنی که بالای رأس امر دنه و پایون ترکش ده، مثلا یک محله ده، یک دیه ده، یک جدا راهبرش میمونند. میتوند که عبد حبشی یا عبد در یک محله، در یک جا یا یک گروه مردم ده پیشواشون شود و راهبرشون شود، اما در رأس امر شده نمیتواند عبد راهبر. و بعضی علما میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو برای آن گفت که یعنی که اگر همین انسان عبد حبشی با همین حالتش اگر بالای امردن باشد، باید چی کرده شود؟ اطاعت کرده شود و تفریقه انداخته نشود. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 666 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم السمع، علیک السمع و الطاعه فی عسرک و یسرک. علیک السمع یعنی واجب است برای تو گوش کردن راهبر و امیر، و طاعت همچنین واجب است برای تو اطاعت کردن فرمان برداری راهبر و امیر. فی عسرک و یسرک، در حالت سختیات هم باشد، در حالت آسانی ها هم باشد. در سختی و در آسانی باید امیر اطاعت کرده شود. و منشطک و مکرهک، همچنین واجب است برای تو اطاعت کردن در حالت منشطت. منشط یعنی که خرسندی و خوشی و خوشحالی، در خوشی و خوشحالی هم باشد باید اطاعتش کنی. و مکرهک، و همچنین در حالت ناخوشی هم اطاعت کردنش واجب است. و اثرتین علیک، همچنین واجب است در حالت اثره هم باشد. اثر خودخواهی یعنی حالت تبعیض، حالتی که اون انسان وظیفه را خودش و فرزنداش همه جمع کرده میگیرد، بیگناه را نمیتید، این اثره میگن. حتی اگر اثره هم شود، فایده را فقط برای خیش و تبار خودش و برای فرزندای خودش و برای شناسا و رفیقای خودش هم بکشد، در این صورت هم واجب است اطاعت کردن امیر. و اثرتین علیک یعنی خودخواهی کند بالای تو، یعنی ترا تبعیض کند، جدا کند، ترا راه نتید در جماعت، چون وظیفه و همه جایهای در کار خودشون هم بگیرد، در این صورت هم واجب است اطاعت کردن امیر. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که هست. بعد از این حدیث 667 و عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر، میگه بودیم ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفر. فنزلنا منزلا، پس مهمان شدیم در یک خانه، در یک جایی که فرا آمدیم، مقر قرار دادیم، در راه بگیم یک جا را. فمنا من یصلح خباءه، پس بعضی از ما کسانی بودن که یصلح خباءه یعنی که نصب میکردن، راست میکردن امو خباهاشون، بگیم چادرها یا که خبا امون کپه هاشونه، فهمو امون کسانی که در ادیرا میرون کپه میزنن کو پلتکه میزنن، الا همون پلتکه هاشونه برای جای دمگیری، جای استراحت، جای سایه، همین بگیم یصلح یعنی که نصب میکردن. و منا من ینتظل، و بعضی از ما کسانی بودن که مسابقه تیراندازی میکردن، یعنی بعضی دیگه رفتن در یک طرف مسابقه تیراندازی انجام میدادن بین خودشون. و منا من هو فی جشرتین، فی جشریهی، فی جشریهی یعنی و بعضی از ما کسانی بودن که در چراندن شترهاشون مشغول بودن. فی جشریهی، جشر یعنی که در چراندن چراگاه های شترهاشون بودن، این شترهاشون رو میچراندن. اذ نادى منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اذ یعنی در همین هنگام یا ناگهان فریاد کرد منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که پیغمبر قرارش داده بود برای فریاد کردن، همون کس میگه یا نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس در همین صورت میگه فریاد کرد الصلاة جامعتون، میگه گفت الصلاة جامعتون یعنی که نماز برپاست، یعنی که مقصد که نماز وقتش فرا رسید. فاجتمعنا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، پس میگم ما جمع شدیم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله گفت که انه لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیه
ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم. انه پیغمبر میگه که انه لم یکن نبی قبلی، یعنی هر آینه نبود پیغمبری پیش از من، یعنی نیست یگان پیغمبری پیش از من الا کان حقا علیه، مگر اینکه وظیفه دار بود همون پیغمبر ان یدل امته علی خیر، یعنی راهنمایی بکند، دلالت بکند امتش رو به راه خیر. ما یعلمه لهم، همون راه های خیری که میداند برای امتش، برای امتش همون راه های خیری را که میدونست، پس همون راه را برای امتش کار کند، راهنمایی بکند. و ینذرهم شر ما یعلمهم لهم، ما یعلمه لهم، و ینذرهم یعنی که برحذر دارد قومش را شر ما یعلمه لهم، بدیایی که میداند برای امتش، یعنی آن راههایی که بد است برای امتش باید امتش را از اون راه بد برحذر دارد و دور بدارد که در اون راه بد نرود. اکنون میگه و ان امتکم هذه جعل عافیتها فی اولها، و هر آینه امتان شما همین، یعنی همین امتان شما جعل عافیتها فی اولها، یعنی قرار داده شدگی است سلامتیشان، عافیتشان یعنی سلامتی از فتنه و از راه های بد در اولشان، یعنی اولشان، اول این امت چی کاری را که میکردن پس همون کارا بکن. اون کاری چی است؟ کاری عافیت است و سلامتی است از فتنه. و سیصیب آخرها بلاء و امور تنکرونها، پیغمبر میگه و سیصیب و بزودی دوچار میشوند آخرها بلاء، یعنی آخر این امت به بلاهای، با فتنه های گرفتار میشوند، و امور با کارهای گرفتار میشوند که تنکرونها، شما نمیپسندید اون کارها را، شما انکار میکنید اون کارها را، یعنی کارهای بد مبتلا میشوند و دوچار میشوند و فتنه های بد دوچار میشوند. و تجیء فتن یرفق بعضها بعضا، و می آید فتنه هایی که یرقق بعضها بعضا، یعنی سبوک میگرداند بعضش بعض دیگرش رو، یعنی یه فتنه می آید تصور میکنی بدترین فتنه است، با دیمش می آید میگو یکمش خوبتر بوده این بدتر، سهمش می آید باز میگو دیمش خوبتر بوده است، یعنی که یرقق بعضها بعضا، یعنی که سبوک میگرداند بعض دیگرش را، پیش آمدگی بعد آمدگی پیش آمدگی را سبکتر میگه، یعنی از حالت دشوار بودنش، از حالت دهشتناک بودنش. پیغمبر اکون توضیح میده همین گپ رو، میگه و تجیء الفتنه فیقول المؤمن، و می آید فتنه مؤمن میگوید که هذه مهلکتی، مؤمن تصور میگیرد خلاص، میگه هلاک شوی ما در همین جهاز خلاص، یعنی همین فتنه ما را هلاک میگرداند. ثم تنکشف، بعد این فتنه برطرف میشود، فتنه دور میشود. و تجیء الفتنه فیقول المؤمن، با یک فتنه دیگر می آید باز مؤمن میگوید که هذه او بچه همین همان است، یعنی که همین همون فتنه هلاک کننده هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم توضیح داد همون یرقق بعضها بعضا، فهمو، یعنی که بعدینهاش پیشینهاش آسانتر گرداندن میگیرد، تا چند فتنه عدد زیاد چیدن میگیرد عددهای پیشینه آسانتر در نظر تافتن میگیرد. پیغمبر اکرم میگه که فمن احب ان یزحزح عن النار، پس هر کسی که دوست بدارد که دور گردانده شود از آتش دوزخ، هر کسی میخواهد دور شود از دوزخ و یدخل الجنه و داخل جنت گردانده شود، فلتأتیه منیته و هو یؤمن بالله والیوم الاخر، پس وقتی که فرا میرسد مرگش، حالت مرگش، یعنی وقتی مرگش فرا میرسد او در همین حالت باشد که یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان به الله و روز آخرت داشته باشد، یعنی که آخرین لحظه باید ایمان به الله، با ایمان به الله و با ایمان به روز قیامت دنیا را پدرود بگوید. ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیه، ولیأتی یعنی رفتار بکند، معامله بکند، الی الناس یعنی به مردم، الذی چی طوری که یحب ان یؤتی الیه دوست می‌دارد که به این معامله کرده شود، یعنی با مردم همون معامله را بکند که خودش همون معامله را دوست می‌دارد، باید همین کار را انجام بدهد. و من بایع اماما، یعنی هر کسی که بیعت کند با راهبره، با اولو الامر، فاعطاه صفقت یده، پس پیمانه ببندد، بدهد، یعنی صفقت یده یعنی که کفی دستانش را، مقصد که پیمانه
بیعت ببندد، یعنی که بیعت بکند و این بیعت بندیش با چی باشه؟ صفقت یدهی، به دستانش باشه، دستاش هم درست کند طرفی اولو الامر. و ثمرت قلبهی، این از ثمره قلبش باشد، یعنی که از دلش باشد، این از ترس نه، از ریا نه، از فریب نه، از قلبش برای بیعت بکند. فل یطیعه این استطاع، پس اطاعت بکند همون امیری که با اون بیعت کرده است، این استطاع، هر چندی که استطاعت دارد، به اندازه استطاعتش چیکارش کند؟ اطاعتش کند، فرمان برداریش کند. فان جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الاخری، پس اگر بیاید کسی دیگری که منازعه بکند با اولو الامر، با راهبر، فاضربوا عنق الاخری، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پس بزنید شما گردن اون دیگر را، اون کسی که بر ضد اولو الامر میبراید، اون کسی که بر ضد راهبر است، پس شما گردن اون را بزنید، بر ضد اون بجنگید، تا اینکه این فتنه منازعه منصب و منازعه مکان، جایگاه، از بین برده شود. پس این است حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 668، این حدیث انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.